بسم الله الرحمن الرحیم. علائم و نشانه هایی که نشان میده کلیه یا گرده شما مشکل دارند. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما خوبان و همراهان عزیز. من دکتر حسینی هستم و خوش آمدید به کانال سلامت فارسی. کلیه یا گرده ما اندام بی‌نظیر و قابل توجه است که اگر به درستی کار نکنه میتونه که ظرف یک روز شما را بیمار کنه و تا یک هفته حتی منجر به مرگ شود. امروز میخوایم درباره علائم و نشانه هایی که نشان میده گرده یا کلیه شما مشکل داره صحبت کنم و مهمتره که میخوایم به شما کمک کنم که علائم بیماری‌های کلیه را در مراحل بسیار اولیه بشناسید و از عواقب بسیار جدی و خطرناک مشکلات کلیه از جمله دیالیز و پیوند کلیه یا پیوند گرده پیشگیری کنید. امیدوار هستم که این موضوع بر شما جالب باشه و تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. شماره یک، تغییرات در ادرار. تغییرات در ادرار یک از علائم زود هنگام مشکلات کلیه یا مشکلات گرده است که بیشتر به دلیل عفونت های مجاری ادرار ما و یا بیشتر به دلیل عفونت کلیه یا گرده ما اتفاق میفته. تغییرات در ادرار شامل تغییر در رنگش، تغییر در بویش، تغییر در مقدارش، تکرر در ادرار و یا هم اضطرار بر ادرار میتونه باشه و اینا همه نشان دهنده عفونت کلیه یا عفونت گرده است. بخصوص اگر شما معاینه ادرار خود انجام بدین که در اون معاینه پروتئین یا هم باکتری ظاهر شود نشان دهنده عفونت کلیه یا عفونت گرده است که گرده یا کلیه شما نمیتونه که به درستی فیلتر کنه. شماره 2، فشار خون بالا. فشار خون بالا هم دلیل مشکلات کلیه یا مشکلات گرده ماست و هم مشکلات کلیه یا مشکلات گرده میتونه که باعث افزایش فشار خون شود و فشار خون با مشکلات کلیه یا با گرده ارتباط بسیار مستقیم و تنگاتنگی دارند. یک از وظایف مهم کلیه ما تنظیم مایعات بدن و تنظیم الکترولیت های بدن از جمله سطح پتاسیم، سطح کلسیم، سطح سدیم است و با گرنده ها و حسگرهای مخصوصی که دارن میتونه که مایعات بدن ما را متعادل بسازه. اما زمان که گرده یا کلیه ما مشکل داشته باشه نمیتونه که سطح مایعات بدن و سطح الکترولیت های بدن ما را متعادل و منظم بسازه که منجر میشه تا مایعات بدن ما افزایش شود و افزایش مایعات بدن منجر به افزایش فشار خون میشه. شماره 3، کمخونی. یک از وظایف مهم کلیه یا گرده ما تولید هورمونی به نام اریتروپویتین است. اریتروپویتین به تولید سلولهای خونی در استخوان ما کمک میکنه. اما اگر کلیه یا گرده ما آسیب ببینه نمیتونه که این هورمون را بسازه و در نتیجه منجر به کاهش تولید سلولهای خونی در استخوان میشه و منجر به کمخونی میشه. شماره 4، پوکی استخوان. همه ما در بدن خود فسفات داریم و فسفات باید با کلسیم در یک سطح قرار داشته باشه و نسبت فسفات و کلسیم بسیار مهم است که کلیه ما نقش اساسی در تنظیم فسفات داره. اما اگر کلیه شما یا گرده شما آسیب ببینه نمیتونه که سطح فسفات را به درستی تنظیم کنه و منجر به افزایش فسفات میشه که در نتیجه بدن ما مجبور میشه که کلسیم را از استخوان‌های ما بگیره تا سطح کلسیم را برابر با فسفات کنه و در نتیجه باعث پوکی استخوان و دیگر مشکلات استخوانی میشه. شماره 5، عدم یا تورم بخصوص در دستهای ما، پاهای ما و اطراف چشم ما یک از نشانه‌های بارز مشکلات کلیه یا مشکلات گرده است. قسمت در ویدیوی قبلی هم اشاره کردم زمان که کلیه شما و درستی کار نکنه باعث افزایش دفع پروتئین های خون ما از جمله آلبومین میشه که با کاهش سطح آلبومین مایعات از داخل عروق ما وارد بافت های اطراف میشه و در نتیجه منجر به عدم یا تورم میشه. شماره 6، کمردردی. کمردردی ناشی از مشکلات کلیه یا مشکلات گرده ما حالت انتشاری داره و موضوعی نیست، یعنی که فقط ناحیه خاص و ناحیه کوچک از کمر ما درد نمیکنه بلکه قسمت بیشتر از کمر ما درد داره که به این درد ما درد ارجاعی میگیم و هر کدام از اندام های بدن ما که مشکل داشته باشه میتونه که درد را در 4 اطراف خود ارجاع بده که به این درد ما درد ارجاعی میگیم و کمردردی ناشی از مشکلات کلیه یا مشکلات گرده ما حالت بسیار حاد و حالت بسیار تیز داره و فرقی که با کمردردی ناشی از مشکلات استخوان داره ای است که کمردردی ناشی از مشکلات کلیه یا مشکلات گرده ما با حرکت کردن بدن و با حرکت دادن بدن و با تغییر موقعیت بدن بهبود نمی‌یابد. شماره 7، مشکلات خواب. مشکل خواب در اثر تجمع سموم یا تجمع مواد اضافی در بدن رخ می‌دهد به دلیل که
کلیه یا گرده ما نمیتونه که مواد اضافی و مواد زاید را از بدن ما دفع کنه. شماره 7 بوی آمونیاک و مزه فلزی که اینا هم چون بدن ما نمیتونه که از طریق کلیه از طریق گرده ما مواد اضافی و مواد زاید را از بدن دفع کنه، مجبور میشه که سموم را از طریق تنفس و از طریق دهان ما دفع کنه و در نتیجه منجر به بوی آمونیاک و مزه فلزی در دهان ما میشه. شماره 9 علائم مسمومیت شامل تهوع، استفراغ، خارش بدن و درد عضلانی است که در اثر تجمع بیشتر سموم و مواد زاید در بدن ایجاد میشن. تشکر که تا حالا با من همراه بودید. اگر این ویدیو برای شما مفید و خوشا بود لطفا این ویدیو را لایک کنید، کامنت بگذارید و کانال من هم سابسکرایب کنید.